سالروز تولد عجیب و باور نکردنی دنیا غزل در پاکستان و تحفه دوست پسر پاکستانیش. دنیا غزل در پاکستان مصروف چی کار باری است؟ رازهای عجیب و باور نکردنی دنیا غزل در پاکستان و خداحافظی دنیا غزل برای همیشه از هنر موسیقی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. دنیا غزل یکی از هنرمندان خوش صدای کشور که دیر نمی شود دنیا غزل در هنر موسیقی افغانستان قدم‌های نخستینش را گذاشته است. دنیا غزل هرچند در سن نوجوانی در محافل مردانه می‌رقصید، ولی بعد از آن که بازار هنر آوازخوانی برای نوجوانان و جوانان در افغانستان رشد کرد، دنیا غزل به هنر آوازخوانی روی آورد و بالاخره آهنگ‌های سرود. دنیا غزل علاقه‌مندان و طرفداران هنری‌اش در سرتاسر جهان اکنون بیشمار بوده است. وی بعد از تحولات سیاسی در افغانستان با خانواده‌اش رخت سفر به پاکستان بست. دنیا غزل در پاکستان با خانواده‌اش زندگی می‌کرد، اما یکی از خواهرانش با یک مرد پاکستانی به نام مهرما غزل که از جمله هنرمندان جوان کشور بود ازدواج کرد. جدیداً تصاویر دنیا غزل در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی با یک مرد پاکستانی مانند خواهرش در رابطه عاشقانه بوده است و قرار است این دو ازدواج کند. در سال روز تولد دنیا غزل که 2 روز قبل در پاکستان برگزار شد، تحفه گرانبهای برایش هدیه داده است. دنیا غزل بعد از رفتنش به پاکستان کاملا از هنر موسیقی دوری گزیده است و دیگر به کارهای هنریش نپرداخته است. ولی ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این بانوی هنرمند خواهیم بود و پیوند نامزدیش را از صمیم قلب تبریک گفته. دوستان و عزیزان خوب کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران دنیا غزل به اشتراک بگذارید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.